در بحث‌های گذشته من در مورد برند کارفرمایی صحبت کردم و اشاره کردم به اینکه برند کارفرمایی عبارت است از درک و قضاوتی که دیگران در مورد سازمان شما و در مورد شخص شما به عنوان مدیر ارشد سازمان دارند. اکنون میخوام برای داشتن یک برند قوی کارفرمایی 5 تا نکته رو باهاتون مطرح بکنم که باید به این 5 تا نکته به دقت توجه کنید دوستان. اولین عنصر از این 5 عنصر عبارت است از فرهنگ سازمان. ببینید فرهنگ سازمان عبارت است از مجموعی از دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و مأموریت‌هایی که معمولاً توسط بنیانگذاران سازمان و مدیران ارشد سازمان خلق و ایجاد میشه و مثل یک چتری تمام سازمان رو در زیر سایه خودش قرار میده و بر تمام سازمان به این ترتیب محاط خواهد شد. عنصر دوم عبارت است از بیانیه ارزش‌ها. ما در بیانیه ارزش‌ها در حقیقت خواهیم گفت که چه افرادی و چگونه کارمندانی و چگونه کارکنانی قرار هست برای چه سازمانی با چه مختصاتی کار و تلاش بکنن. حتما در بیانیه ارزش‌ها به نکاتی چون عملکرد، روحیه کارآفرینی و همچنین اصالت و مهربانی توجه خواهیم کرد. سومین عنصر برای ارتقاء برند کارفرمایی عبارت است از بیانیه تنوع. ببینید دوستان، شما کارمندان و کارکنان متفاوتی دارید، اما از آقایان و خانمها، جوانان و افراد سالخورده و همچنین مراجعان و همچنین مدیران فرادست که اینا احساسات متفاوتی دارند، نیازهای متفاوتی دارند. ما در بیانیه تنوع متعهد میشیم که به همه این احساسات، به همه این نیازها احترام بذاریم و برای رفع اونها حد اکثر تلاش خودمون رو بکنیم. چهارمین عنصر عبارت است از محیط کار. محیط کار شما باید فضایی دلنشین و فضایی دلپذیر برای مراجعه باشه. دفتر کار شما باید یک فضای بسیار زیبایی باشه. محل کار کارمندانتون باید از قاعده 5S تبعیت بکنه. اتاقهای بسیار شکیل، میزهای بسیار مرتب، تجهیزات روی میزها بسیار زیبا چیدمان شده باشه که انسان از مراجعه و ورود در اون فضاها احساس لذت و شعف بکنه، نه در نقطه مقابل و برعکس احساس ناراحتی. و پنجمین عنصر عبارت است از بازاریابی برای استخدام. این عنصر اونقدر مهم هست که عرض میکنم اگر 4 عنصر دیگر رو شما به دقت بهش توجه بکنین و اجرا بکنین اما نسبت به این عنصر توجه لازم رو نداشته باشین، در حقیقت برند کارفرمایی قوی و ارتقا یافته‌ای نخواهید داشت. بازاریابی برای استخدام عبارت است از شناسایی، ترغیب، تشویق و جذب افراد مستعد، افراد الیت، افراد علاقمند به کار در سازمان، نه هر فردی که جویای کار و علاقمند به کار در سازمان شما بود. با مراعات این 5 اصل شما موفق خواهید شد به خلق یک برند کارفرمایی قوی.